Kincaid. One more time, please welcome the referees and the judoka. Tatami one winner in white judogi from Canada, Jessica Kincaid. Tatami 4, winner in blue, Mahatma Bekov, individual neutral athlete. 第3号、走者青木桃、青木桃。Tatami 1 contest under 57 kilo first round. In blue, Daria Kurmon Mamadova, individual neutral.
athlete. In white, from Chinese Taipei, Lian Chen Li. 続いて第4マット青フィリピン中野圭成白ブルガリアクリストフ・マンThe number 5, golden score.第3マット同点スコアです。第4マット勝者白ブルガリアマーク・フリソフ続いて第4マット青ハイチフィリペ・アベル・マティウス白韓国リ・ユックル The number 2, the winner in white from the number 3, next contest, second round, another 73 kilo. In blue from Tajikistan, Abubakr Sherov. In white from Canada, Artur Manchevino. The number 2, next contest, second round, under 81. In blue from Tajikistan, Muhammad John Abdul Soda. In white from Republic of Korea, Lee Jong-hwan.
In blue judogi representing Madagascar, Aina Rasoanaibo. In white from Greece, Elizabeth Elsidou. Let me one next contest, first round under 70 kilo. In blue from Netherlands, Kim Boven. In white from Brazil, Kailani Cardoso. و انا همون رقابتی که گفتم از ورزشکارانی تاجیک گذاشتیم اینجا الان پیش روی ما است امامریزا انورزاده با جودوگی سفید اینجا روی میدانی رقابت برآمده است مقابل رافائل بوزاکارینی که این از برزیل است چون یک تک سفید رو با بر کرده است برایش اقبال سفید و باشد که کارش آمد کند در این سبقت چون دیروز ما از 5 ورزشکاری که میدانداری کردند از کشور ما که من بعدتر نامبر میکنم ما همون نتیجه نداریم و این هم متاسفانه است خوب انورزاده اینجا مقابل رقیبش اکنون روی میدان آمده است و هر دو کوشش میکنند بوزاکارینی ورزشکار برزیلی اینجا یک حالا هیچ کار به اتمام نرسونده است یک حالت کنترلی رو نشان داد کوشش میکند رقیب کوشش میکند ولی خوب است که ورزشکار ما در حالی حاضر است و توجه را از رقیب سر هم دور نمیکند خوب رقابت های اول البته که در هر یک رشته و در هر یک سبقت برای ورزشکار توجه دشواری میدهد چون الان نفسی تازه دارد و میتواند که از قدرت بیرون برآید یعنی که با قول میگویند که آتش علنگه آتش خود را تا جایی که نمیتوانند اداره کنند و انگیزه زیاد در بعضی حالتها رو به باه میارد خوب لحظه بسیار هم دشوار برای ورزشکار ما از سکامی اینجا فرار رسیده است و ما به هیچ وجه نمیخواهیم که انورزاده در این حالت اکتفا کند ولی فکر کنم کار به اتمام رسید برای امامریزا متاسفانه ورزشکار برزیلی رافائل بوزاکارینی توانست از یک لحظه بسیار هم قلای در چنگال خود بگیرد رقیب رو و در همین نقطه کار برای ورزشکاری ما به اتمام رسید باعث تاسف است البته خوب همین لحظه تکراری رو اینجا ما مشاهده میکنیم که سراول دست راست امامریزا رو خواست در لحظه پرتری
усе бидиҳад ва баъдан ана ҳамин лаҳзаи асякомаро барояш боз авлу